سلام دوستان گلم. امروز میخوام یه ترشی براتون درست کنم به اسم بنوشکه. خیلیاتونم میشناسینش، همون پسته کوهی. ولی ما اینجا میچینیم تا نرسید. این الان نرسیده است. این الان نگاه کنیم نرسیده است. چقدر نرمه. خیلی هم ترش مزه است. ترشه. تو این فصل که میشه نرسیده ما میچینیم ترشی بنوشکه درست میکنیم. خیلی خوشمزه است. بعد ما نه فقط الان این ترشی بنوشکه جداست. این بهش میگیم ترشی بنوشکه. ولی همین بنوشکه رو ما تو همه ترشی ها میریزیم. تو ترشی بندری، ترشی لیته، هر ترشی که ما میخوایم درست کنیم، فصل این که باشه یه چند شاخه از این میندازیم تو اون ترشی. خیلی خوشمزه میشه. کلا طعم اون ترشی رو عوض میکنه. ولی جدا هم میشه گرفت. من الان جدا این به این جدا گرفتم. ترشی بنوشکه میگن. خیلی خوشمزه است. الان این ترشه. خودش خیلی ترشه. خیلی خوشمزه است. همون پسته کوهیه ولی نرسیده. خب ما اینجا فقط بهش سرکه رو اضافه میکنیم. بعد بهتونم بگم دوستان، این ترشی مثل بقیه ترشیان نیست که بپزی. اینو نمیخواد بپزی. اینو فقط ما چیدیم. من شستمش تمیز، ریختمش قشنگ. دیگه بهش ادویه ترشی یه ادویه خیلی خوشمزه معطریه. خیلی خوشمزه و معطریه. ادویه ترشی بهش میزنیم با نمک. زیاد نباید بهش نمک بزنید. چون این شور میشه زیاد بهش نمک بزنید. و یکم هم به همش بزنم. یکم این نمک با ادویه خوب بخوردش بره، همه جاش بره. ترشی خیلی خوشمزه‌ایه بچه‌ها. ترشی بنوشکه خیلی خوشمزه‌ایه. پیشنهاد میکنم تو فصلش که میشه حتما یه بارم که شده حتما بچینین درست کنین، چون خیلی ترشی خوشمزه‌ایه. گفتم که ما تو اکثر ترشی‌ها میندازیم. هر ترشی باشه ما توش فصل بنوشکه که باشه یه چند شاخه توش میندازیم. ولی جدا هم الان من درست کردم.
خیلی خوشمزه میشه، واقعا خوشمزه میشه. این دیگه حدوداً 2 هفته اینجوری دیگه میرسه، دیگه ترشی میشه. 2 هفته سرشو میبندیم دیگه ترشی میشه. اگه سرکهمون قرمز باشه خیلی بهتره. من که معمولا برای ترشیام سرکه قرمز استفاده میکنم. من معمولا که نه، همیشه سعی میکنم با ترشی میگم سرکه قرمز من استفاده میکنم، چون میگن سرکه قرمز بهتره. حالا فرقی هم زیاد نداره، ولی خب سرکه قرمز بهتره، چون من همیشه استفاده میکنم بهتره. بعضیا میان تو همین ترشی سیر میندازن، چند حب سیر میندازن، ولی من پیشنهاد نمیکنم. به نظر من اصلا ایده خوبی نیست که توی به ترشی بنوشکه بیای سیر بریزی. حالا دیدم بعضی میبینم که مثلا یه چند حبه سیر میریزن تو همین ترشی، که به نظر من اصلا ایده خوبی نیست. حتی خوردم از اون ترشی هم خوردم، اصلا خوشمزه نبوده، چون این بنوشکه خودش یه طعم خیلی خاصی داره، یه طعم خیلی خاص خوشمزه‌ای داره. حالا نمیدونم آدامس کوهی تا الان 100% تا الان امتحان کردیم، آدامس کوهی از هم درخت همین بنوشکه است. خب وقتی این طعم به این خوبی رو میده، فکر کن سیر بندازی باش، اصلا خوب در نمیاد. اون طعم سیر خرابش میکنه. من حتی یکی 2 بار دیدم یه جایی سیر انداخته بودن، اصلا خوشمزه نبود، طعمش هم کلا خراب، کلا ترشی رو خراب کرده بود. یعنی تو هر ترشی که نمیشه سیر انداخت. درسته سیر خیلی خوشمزه است، تو اکثر ترشی ها میندازن، ترشی بندری و لیته و ترشی بادمجون و اینا میندازن، ولی خب تو هر ترشی نمیشه سیر انداخت، چون سیر خودتون میدونید خیلی تنده، خیلی مزه تندی هم داره، بعد طعمش هم خیلی تنده. تو هر چی بندازی کلا او هر غذا باشه، ترشی باشه، ماست باشه، هر چی که ترشی سیر میریزی توش، حتی یه ذره کوچولو هم که بریزی توش، کلا هر غذایی باشه طعم سیر میگیره. کلا اون غذا هر چی باشه طعم کامل سیر میگیره، طعم به این خوبی رو کلا خراب میکنه. اینو فقط خالی خالی، فقط با سرکه، نمیخواد بپزی، فقط خالی خالی میشوری میریزی توی سطل با ادویه ترشی و نمک و سرکه، همین، فقط همین دیگه. سرشو میبندی تا یکی 2 هفته اینجوری دیگه ترشی میشه، خیلی خوشمزه میشه. خیلی سرشو ببندم. سلام دوستان گلم، امروز میخوام یه گیاهی رو بهتون معرفی کنم به اسم بیلهر. این گیاه جاهای سردسیر سبز میشه تو فصل بهار. این تو جاهای سردسیر تو فصل بهار گفتم سبز میشه، اینو میچینیم. الان من تمیزش کردم، شستم با چند تا آب، میذارم آب پز بشه 30 دقیقه تا 35 دقیقه آب پز بشه، آماده بشه که دیگه بعد بذارم آبش بره، یه 10 دقیقه بذارم تو سرکه. الان سرشو میبندم که دیگه 35 دقیقه دیگه بردارم بریزم تو سرکه. دوستان نگاه کنین، این الان حدود 25 دقیقه است که پخته، یعنی حدود 10 دقیقه دیگه باید بپزه، با آب پز بشه. خیلی تلخه، خیلی تلخه این گیاه، خیلی تلخه. باید حدود 30 دقیقه تا 35 دقیقه بپزه که این تلخیش خوب در بیاد، چون خیلی تلخه. بعد مثل برنج آبکشش میکنیم، میذاریم نیم ساعت اینجوری آبش خوب بره، بعد دیگه آمادهش میکنیم میریزیم تو سرکه. خب دوستان گلم، اینجا الان دیگه آبکشش کردم، دیگه باید الان حدوداً 30 دقیقه تا 40 دقیقه اینجا بمونه تا خوبی آبش بره، خشک بشه، هم آب تلخش بره هم کلا خشک بشه، چون اگه آب داشته باشه بریزی تو سرکه خراب میشه، کلا کفک میزنه، خوب در نمیاد. با الان اینو دیگه آبکش کردم، حدوداً 30-40 دقیقه بمونم تا خوبی آبش بره، هم سرد بشه، همین آبش بره دیگه آماده بشه که بذارم تو سرکه. خب دوستان گلم، دیگه بعد از اینکه 30-40 دقیقه آبش خوب خشک شد، آوردمش اینجا، بهش ادویه ترشی زدم. این ادویه دوستان خیلی ادویه معطریه، با 4-5 نوع گیاه معطر، خیلی معطر، خیلی بوی خوبی داره. این ادویه مخصوصیه.
ادویه ترشیه با نمک و اینجا باید حداقل چند دقیقه باید اینجوری به هم بزنی که این تو نمک و این ادویه خوب به خورد ترشی بره. باید چند دقیقه به هم بزنی که خوب به خورد ترشی بره نمک با این ادویه. خب دیگه آماده شد، دیگه بریزم تو دبه. و اتمام کار سرکه رو میریزیم. خب تموم شد. سرش رو میبندیم. این دیگه یه هفته دیگه آماده است. یه هفته دیگه این ترشی آماده مصرفه. بله ما به این میگیم ترشی بیلهر. خیلی خوشمزه است دوستان، خیلی ترشی خوشمزه، خیلی. یعنی هر کسی هم که ترشی دوست نداشته باشه قطعا یه بار از این ترشی بخوره 100% عاشق این ترشی میشه. خیلی خوشمزه است و البته که درست کردنش هم خیلی سلیقه میخواد. باید خیلی رعایت کنی، چند دقیقه بپزه، ادویهشو به اندازه بزنی، نمکشو به اندازه بزنی. و دوباره اینم بگم که نباید بیشتر از 35 دقیقه بپزه. یعنی از بیشتر از 35 دقیقه بپزه این ترشی دیگه به درد نمیخوره، له میشه، یعنی دیگه کلا به درد نمیخوره. بیشتر از 35 دقیقه نباید بپزه. خب دوستان اینم ترشی بیلهر من بعد از چند روز کاملا جا افتاده، خیلی هم خوشمزه شده. اینم نتیجه کار من. سلام دوستان گلم، امروز میخوام من طرز تهیه خیارشور رو براتون بذارم. برای خیارشور باید خیارای خیلی کوچیک و ریز انتخاب کنید، چون خیارای بزرگ برای ترشی خوب در نمیان. خیارای کوچیک هم قشنگ تو بطری نوشابه میره، چون ترشی خیارشور رو فقط باید تو بطری های نوشابه بریزی. اگه تو یه ظرف سر داشته باشه، سرش چسب نباشه، هوا میکشه، ترشی خیارشور خراب میشه. توی ترشی‌ها تنها ترشی که خیلی حساسه ترشی خیارشوره، چون بقیه ترشی‌ها اگه سر ظرف هم سفت نباشه هوا بکشه زیاد خراب نمیشه. ولی ترشی خیارشور یه ترشی خیلی حساسیه، با حتما سر ظرف حتما خیلی محکم بسته بشه که هوا نکشه وگرنه خراب میشه. اونم گفتم فقط و فقط تو بطری های نوشابه. خب دوستان بعد از اینکه خیارشورا رو شستم ریختم تو بطری‌های نوشابه. و این نکته هم بهتون بگم، اول آب رو جوش میکنیم میذاریم تا سرد بشه، فقط حتما با آب جوشونده باشه. آب رو جوش میکنیم تا آب سرد بشه، میریزیم تو بطری‌ها، بعد بهش نمک اضافه میکنیم. حالا ترخون باشه میریزیم، یه 2 حبه سیر باشه بهش اضافه میکنیم، عالی در میاد. من اینجا الان نه فقط آب ریختم با نمک. ترخون باشه خیلی خوبه، ترخون باشه بهشون اضافه میکنیم باز حبه سیرم که عالیه. فقط حواستون باشه حتما با آب جوشونده بذارین سرد بشه عالی میشه. من الان اینجا فقط نمک ریختم با آب جوشونده. دیگه میذارم 10 روز 12 روز اینجوری میمونه دیگه ترشیمون جا میفته. اینم خیار شورامون بعد از چند روز از بطری نوشابه درشون آوردم، ریختم توی این سطل، توی این دبه ریختم. سطل عالیه، خیلی مزه، خیلی فوق‌العاده خوشمزه. طعمشون با این خیارشورایی که از بازار میگیریم خیلی فرق میکنه، طعم فوق‌العاده‌ای داره، خوشمزه، ترد، عالی، خیلی خوشمزه است. طعمشون واقعا فرق میکنه با این خیارشورایی که از بازار میگیریم، واقعا طعمشون فرق میکنه. خیارشور خونگی به نظر من خیلی بهتر از این خیارشورایی که از بازار میگیریم. خیارشور خونگی یه چیزی دیگه است از همه لحاظ، هم بهداشت هم طعم. به نظر من که خونگی بهتره. از قبل اینا رو
خورد کردم، آماده کردم که دیگه آماده بشه برای سرکه. بهش نمک میریزیم و حالا سرکه. و یه نکته دیگه رو دوستان من بهتون بگم، این ترشی کلم تنها ترشیه که تو ترشی‌ها راحت، سریع و آسان درست میشه. یعنی این ترشی کلم مثل بقیه ترشیان نیست که یه هفته بمونه. بعضی ترشی‌ها میخواد بریزی تو سرکه 2 هفته بمونه، 3 هفته بمونه. نه، این ترشی زیر 10 دقیقه حتی کمتر میتونین ترشی رو راحت و سریع درست کنین و استفاده کنین. یعنی شما اگه تو خونه ترشی دوست داشته باشین و تو خونه ترشی نداشته باشین، کافیه فقط برین سر کوچه‌تون از تروباری یک کلم بگیرین، یک کم سرکه و نمک، زیر 10 دقیقه شما یه ترشی کلم خوشمزه و خوش رنگ و لعاب دارین. خیلی هم خوشمزه است و خوش رنگ و لعابه. این ترشی تو رستورانا زیاد استفاده میشه، خیلی زیاد تو رستورانا استفاده میشه، به خاطر همینی که سریع آماده میشه و درست کردنش سریع و آسونه. تو رستورانا زیاد سرو میشه، زیاد مصرف میکنن. اینم نکته‌ای بود که من گفتم بهتون بگم.